امروز 13 ایول است و خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. سرخط بعضی از موضوع‌های برنامه: مواد ترکنده پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نتوانست کل صنعی را در ناحیه درواز که بر اثر سیل تشکیل شده است رخنه کند. وزیر معارف میگوید یگان دانشجو از ایران اجباراً به وطن برنگشته است. بعضی با سبب بیماری والدانشان، نفرایی است که با سبب فوت والدانشان مراجعت کردند. ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشه. اتحادیه اروپا در ساختمان پل و بازارهای نزد مرزی ولایت ختلان سهم میگیرد. مواد ترکنده پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نتوانست کل صنعی را در ناحیه درواز رخنه کند. این کل هفته گذشته در نتیجه فرآمدن سیل از افغانستان به وجود آمده قطعه از شهرهای دوشنبه خروغ را مسدود ساخت. رئیس اداره حالتهای فوق‌العاده ولایت بدخشان روز 13 ایول به رادیو آزادی گفت دیروز حربیان روسیه برای رخنه کردن سد آبی دریای پنج در نزد موضع شیرگاود درواز 100 کیلو تراتیل را ترکاندند اما فایده نکرد. به گفته ساکنان با کوشش مقامات در کنار راه و ساحل دریا یک سد و دنبه موقت بنیاد گردیده راه برای روای ماشین ها گشوده شد. در پی آفت طبیعی روزهای 8 و 9 ایول در حدود روستاهای خوسته و شیرگاود ناحیه درواز بیش از 20 منزل ساکنان کاملا زیر آب ماند. دهها دانشجوی توجیک که در رشته‌های گوناگون دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کردند در دوام 6 ماه اخیر اجباراً به تاجیکستان برگشتند. اکثر این جوانان که با کوتای دولت ایران و توصیه وزارت معارف کشور به ایران رفته بودند از جانب پیوندانشان دعوت بازگشت به وطن را گرفتند. نزدیکان دانشجویان میگویند طلب آنها با درخواست وزارت معارف و دیگر مقامات تاجیکستان صورت گرفت. مقامات تاجیکستان بازگشت دانشجویان از ایران را رد نمی‌کنند ولی میگویند این تصمیم آنها اختیاری بود. با سبب نداشتن امکانیت مالیوی چون سالی بحرانی است. بعضی با سبب بیماری والدانشان، نفرایی است که با سبب فوت والدانشان مراجعت کردند. ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشه. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی امور دانشجویان برگشته از ایران تا 50 نفر میرسد. تاجیکستان از سال 2010 بیش از 3000 محصل مکتب‌های غالباً دینی کشورهای اسلامی را به وطن برگرداند و این معرکه بخشی از سیاست حکومت در امر جلوگیری از افراطی شوی جامعه کشور عنوان داده شد. در حالی که دانش آموزان توجیک میگویند مجبورند بدون گرفتن دیپلم از مکتب‌های عالی ایران به تاجیکستان برگردند، دونالد ترامپ برای سفر دانشجو دختران افغان به آمریکا مساعدت کرد. گروه دختران دانشمند هیروتی تنها با دخالت شخصی پرزیدنت آمریکا توانستند روادید این کشور را بگیرند. چنوچرای موضوع از ساجیده میرزا. یک گروه دختران افغان که می‌خواستند در مسابقه بین المللی ربات سازان جوان در واشنگتن اشتراک کنند با دخالت پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ روادید سفر گرفتند. روز 12 ایول سخنگوی کاخ سفید سارا هاکابی ساندرز گفت که 6 دختر از هرات افغانستان امکان دارند 16 ایول در سبقت بین المللی ربات سازان جوان در واشنگتن اشتراک کنند. دپارتمنت دولتی آمریکا درخواست ویزا برای این دختران را 2 دفعه رد کرد و با این سر و صدای زیاد را به بار آورد. من خیلی ناراحت شدم از اینکه ویزا دریافت نکردیم. همه کشورها شرکت میکنن ولی ما شرکت نمیکنیم. یک توحید برای مردم افغانستان میشه. با گفته این نمایندگان کاخ سفید این دختران در حال روادید 10 روزه سفر به امریکا را دریافت کردند که پرزیدنت ترامپ به مشکل آنها توجه نمود. دینا پاویل یاور مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی میگوید از دیدار زودرس با دختران دانشمند افغان خوشحال است. با گفته او این دختران بهترین نمونه مردم افغان و سفیران آینده کشور خود هستند. مناقدان شکایت داشتند که رد شدن درخواست ویزای سفر دختران افغان به مردم آن کشور پیام منفی می‌فرستد، در حالی که سربازان آمریکایی در آن سرزمین هنوز با طالبان جنگجوی که مخالف تحصیل دختران بودند دست به گریبان هستند. ما در آینده هدف‌های خیلی بیشتری داریم، یعنی ربات‌های بیشتری می‌سازیم. تنها ربات ما نبود و می‌تونیم با او پیشرفت‌های خیلی زیادی بکنیم.
6 دختر هیراتی ماه ینوری سال روان آموزش را در گروه ربات سازی شروع کردند و در تمام 2 هفته اول ربات اولین را ساختند. کسی از آینده خبر نداره و خواستن توانستن. ما سعی و کوشش رو کردیم و امیدواریم که رباتمون در کنار ربات‌های دیگه کشورها بتونه مقام بیاره. چند هفته پیش آنها 800 کیلومتر را طی کرده برای گرفتن روادید سفر امریکا به کابل رفتند. جواب رد سفارت امریکا آنها را آزرده کرد. با چنین حال دختران تصمیم گرفتند که ربات خود را به واشنگتن بفرستند و با اسکایپ در سبقت اشتراک کنند. اما حالا در تردد سفر و رویارویی با ربات سازان کشورهای دیگر هستند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. اخیراً شهر موصل یکی از زیباترین شهرهای عراق و خاورمیانه را از هواپیما به نوار گرفتند که در آن پیامد حکمرانی 3 ساله گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی به چشم می‌خورد. هفته روان حکومت عراق رسما اعلام کرد که شهر از دهشت‌افکنان پاک شده است و دوره احیای آن در پیش است. سوالی که امروز حلق می‌شود این است که آیا با شکست در موصل جنگ با افراطگراها خاتمه یافت؟ در این باره من با سرگئی دانیلچکین تحلیلگر مسائل خاورمیانه صحبت داشتم. خوش آمدید به برنامه ما. ببینید هفته گذشته گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی نظارت موصل را که زمان مرکزش بود از دست داد. آیا میتوان گفت که با همین جنگ تمام شد؟ طور معلوم گروهی به نام دولت اسلامی در موصل به شکست روبرو شد و حالا گپ سری رقم مرکز الترناتیوی این گروه تندرو می رود. مسئله این است که بعد باخت پوره این گروه دهشت افکن که منطقه‌های زیادی را زیر نفوذ داشت تقدیرش چه خواهد شد؟ با مشاهده از فعالیت چند ساله چنین گروه ها منطقاً می توان گفت که آن به پنهانکاری گذاشته اصول حمله های خود را به کشورها تغییر می دهد. چون که این گروه دهشت افکن است که تلاش دارد پیوسته حمله را انجام بدهد. احتمالاً نامش را عوض خواهد کرد. طوری از حجت‌های مربوط این گروه وابسته به هلاک شدن رهبر آن برمی‌آید امکانی از همپاشی گروهی به نام دولت اسلامی وجود دارد. در جای آن چند گروه علاهیده با موقع‌های از لحاظ تاکتیک و استراتژی بهتری جنگی به میدان می‌آیند، ولی در عموم ایدئولوژی آنها یعنی تلاش برای خشونت و زورآوری تحمیل کردن عقیده‌های دینی حفظ خواهد شد، زیرا همین دیدگاه محک اصلی این حرکت تندرو است. این را می‌شود با مشاهده از فعالیت همین گونه گروه‌ها در گذشته حدس زد که برای به وجود آمدن سازمان دهشت افکن دولت اسلامی اساس گذاشتند. فکر میکنم همین روند باقی میماند. Я думаю, что вот эта тенденция сохранится. خب در این چند وقت اخیر برخی از جنگجویان دولت اسلامی به وطن برخیشون به تاجیکستان برگشتند. تا کدام حد این جنگجویان میتوانند برای کشور خطرناک باشند؟ Мне кажется, что относительно بیشتری اعضای این گروه علاقه تجربه جنگی و عقیده های معین دارند. از این لحاظ برای کشورها خطرناک بوده میتوانند. با توجه به این نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورها نیز مقامات امنیتی کشورها آنها را دائم زیر نظارت خواهند داشت. از طرف دیگر به نظر من بیشتری آنها به آسانی از ایدئولوژیایی که دارند دست نمیکشند. این مسئله نیز خطرناک است، زیرا آنها تلاش خواهند کرد که دیدگاه خود را به دیگران نیز تلقین نمایند. من استثنا نمیدونم که بعضی آنها از عقیده ها و روحیه جنگی که تا چند وقت پیش داشتند روی میگردانند، ولی مشکل هم در این است که چگونه میتوان آنها را معین کرد، زیرا این خیلی مشکل است. از این خاطر ناباوری جامعه به این نفران باقی خواهد ماند. مخصوصا برای تاجیکستان این خیلی مهم است، زیرا این کشور تجربه جنگ شهروندی را دارد و نفرانی که میانی هم جنگ کرده بودند بعد انجام نظام مجبور شدند سری آن بیاندیشند که چگونه با همدیگر سازش نمایند. این روند خیلی مرکب است و میتواند 10 سالها و چند نسل сложный процесс, который может занять не одно десятилетие и даже не одно поколение людей. Спасибо огромное. Ядовар мишем ки дар суҳбати мо қарор доштанд Сергей Даниличкин, таҳлилгари масоили خاورمیانه. برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با پخش اظهارات از فشار بالای پیوندان، طرفداران حزب و شرکتداران همایشی که هفته گذشته در شهر دورتموند آلمان برگزار شد اظهار نگرانی کرده است. در این اظهارات که روز 12 ایول نشر شد گفته می شود که در آستانه این همایش و بعد آن خویشتبار تخمینا 10 عضو حزب مورد فشار روانی و بازپرسی قرار گرفتند. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان
дар вокуниш ба ин изҳорот гуфт ки ин хабар бояд санҷида шавад, зеро то ҳол шикояте аз хешовандони тарафдорони ин ҳизб ба вазорат ворид нашудааст. Тоҷикистон ва Афғонистонро як пули нав ва бозори назди марзӣ ба ҳам пайваст хоҳад кард. Ин ҳаштумин пуле хоҳад буд ки байни ду кишвари ҳаммарз бунёд мешавад. ҳамкорони мо ҳамроҳ бо намояндагони Иттиҳодияи Аврупо ки ин таҳро маблағгузорӣ мекунанд ба минтақаи назди марзии шоҳони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин рафтанд. иттиҳодияи Аврупо тасмим дорад бунёди як пул ва бозори наздимарзӣ бо Афғонистон дар ноҳияи фархори Тоҷикистонро сармоягузорӣ кунад. бо ин манзур як ҳайат зери раҳбарии мудири кулли комиссияи Аврупо оид ба ҳамкорӣ ва рушди байналмилалӣ Стефано Мансервиси ва намояндаи махсуси Иттиҳодияи Аврупо оид ба Осиёи Марказӣ Петер Бурянро аз бозори наздимарзӣ ва пуле рӯи рудхонаи 5 бунёдшуда дар минтақаи шоҳони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин боздид кард. зимни боздид як созишномаи $16 миллион миёни Иттиҳодияи Аврупо ва бунёди Оғохон дар робита ба бунёди пул, бозори наздимарзӣ дар соҳили Афғонии рудхонаи 5 ва бунёди роҳу тақвият додани соҳилҳои рудхона ба тасвиб расид. ما نیت داریم که در آینده سرمایه گذاری در چنین طرح‌ها را بیشتر کنیم که این برای ارتباط میان مردم و کاهش دادن شدت رادیکالیسم و اکستریمیسم مساعدت می‌کند. از همه مهم تامین امنیت، این برای بهتر کردن زندگی مردم دو جانب مرز مساعدت می‌کند. پولی بنیاد می‌شده در منطقه کوکولی فرخور و آیخانه تخاری افغانستان 180 متر طول داشته قابل برداشت 60 تن بار است. همچنین بازار نزد مرزی عمده فروشی در شفت این پول در جانب افغانستان بنیاد خواهد شد. در جانب تاجیکستان تعمیر 18 کیلومتر راه در نظر است. این در حالی است که در منطقه دیگری مرزی میان افغانستان و تاجیکستان در ناحیه شمس‌الدین شاهین یک پل با درازای 160 متر و یک بازار نزد مرزی بنیاد شده اما رسما افتتاح نشده است. اعمار ساختمان از کمک کشور آلمان نه تنهایی که رفع مشکل در کشور مربوط به تاجیکستان بلکه تمام نیازهای ابتدایی و اولیه مربوط به شهرستان خواهان توانسته حل بکنه و این یک گامی مثبت در رفع چالش‌های کوتاه مدت منطقه است. ساکنان و تاجران محلی نزد مرزی جانب تاجیکستان میگویند آماده‌اند با منظور نیازمندی‌های مردم شاهان افغانستان مال و محصولات را وارد این بازاری نزد مرزی کنند. اگر باشد که بازار گشوده شود ما طلبات مردم افغان هم ببینیم وابسته به طلبات مردم محصولات هم تامین می‌کنیم. در این بازار نزد مرزی منطقه شاهان تصمیم است تاجران و کار دستی زن‌های هنرمند دو کشور هممرز راه یابد. همون میوه و سبزیجاتی که تلف می‌افتند حالا همون را دیگه تلف نمی‌آورند، همون را کنسرو کرده مثل کامپوت و اینی همین کرده با سودا می‌برند. قرار است پل رودخانه 5 در منطقه شاهان ناحیه شمس‌الدین شاهین و بازار نزد مرزی در ماه آگوست سال جاری افتتاح شود. این پل و بازار نزد مرزی با سرمایه‌گذاری بانک رشد آلمان و بنیاد آقاخان بنیاد شده است. بنیاد پل دیگر در منطقه کوکولی فرخور هشتمین پل خواهد شد که تاجیکستان و افغانستان را پیوند خواهد داد. و پلیس آلمان بعد از جستجوی 3 ماه افرادی متهم به دزدی سکه طلایی تاریخی را بازداشت کرد. این تنگه نوتکرار در سکه خانه سلطنتی کانادا سال 2007 آمده و در برلین دزدیده شد. دزدان این تنگه گران ارزش را از زیر شیشه تیرناگذار به یغما برده بودند. همکارمون عبدالله شروف میگوید هنوز سرنوشت تنگه روشن نیست. پلیس آلمان برای بازداشت گمانبران دزدی تنگه ناتکرار طلایی که 100 کیلوگرم وزن داشت کامیاب شد. مقامات انتظامی در نتیجه عملیاتی که در برلین صورت گرفت 2 نفر را دستگیر کردند. این دزدی گستاخانه ماه مارس امسال رخ داد. چند جنایتکار با استفاده از نردبان توانستند که از چشم پاسبان و سیگنالیزاسیون دور مانده به آثارخانه باده وارد شوند. تقدیر تنگه هنوز معلوم نیست، ولی در رسانه‌های آلمانی حدس‌ها وجود دارند که احتمالاً تنگه را به قسمت‌ها جدا کردند. مقامات آلمان برای پیشنهاد معلومات عایدی غارتگران 5000 یورو مکافات وعده دادند. تنگه از طلای خالص و در شکل برگ بزرگی درخت زرنگ ساخته شده است. هرچند قیمت آن $1 میلیون کانادایی معین شده است، ولی متخصصان ارزش آن را بیش از 4 میلیون یورو حساب کردند.
барномаи мо анҷом ёфт. рӯзи хуш ва худо нигаҳдор.